سومتاسی گیم و خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی ماینکرافت دیگه. امروز اومدیم با هم دیگه تلویزیون واقعی که توش تصویر نشون میده رو بدون مود تو ماینکرافت درست کنیم. دیگه چی میخواید تو ماینکرافت درست کنید؟ و حتما کانال رو دنبال کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. خیلی ممنون میشم که منو حمایت میکنید. پس بریم سراغ درست کردن تلویزیون. Let's go! دوستان مثلا شما تو اتاقتون نشستین، مبلا رو چیدین، همه چی خیلی خوشگل و جایی یه تلویزیون خالیه که من امروز میخوام بهتون بگم چطوری بسازیدش و کاملا هم تصویر اون نشون میده. خب بچه ها، دو تا پله، یعنی دو تا که نه، به پله کوارتزی نیاز دارید، نصف مکعب کوارتز، اسلب کوارتز، یه دونه فرش سفید وایت کارپت، یه دونه بلاک سیاه، یه دونه نقاشی، یه دونه نصف در، تراکتور، توبی یا آیرونی که من آیرونی دوست دارم چون قراره که برای تاخته استفاده بشه، یه دونه جعبه موسیقی و یه دونه موسیقی که من حالا آخر ویدیو میارم که از تلویزیون صدا پخش بشه. خب دو تا از این پله ها رو میذارید، بغلش از این نصف مکعبا میذارید. خب اینو که گذاشتین، بلاک سیاه میارید اینجوری میذارید. خب بیا بغلش. خب اینم بذارید. هر چقدر دوست داشتید میتونید اینو وسیع‌تر و بزرگترش کنید، ولی من چون اتاقم یکم کوچیکه به خاطر همین اینقدر میذارم کنده نشو. خب بعد بالاش از این فرشای سفید بذارید اگه دوست داشتید. من دوست دارم، عین قاب دور تلویزیون میشه، ببینید. خب بعد بیاید کنارش از این جعبه موسیقی ها بذارید. اگه دوست داشتید اسپیکر مثلا تلویزیون شما کوچیک باشه یه دونه بذارید، اگه دوست داشتید بزرگ باشه دوتا بذارید. من دوست دارم بزرگ باشه، دوتا میذارم. خب اینو که گذاشتید، بعد بیاید بالاش از اینا بذارید. ایوای نه، اینجا نه. خب بیاید بالاش یه دونه از اینا بذارید که مثلا تاقچه خیلی خوشگل میشه. خب بیاید بعدم بیاید اینجا. من حالا اینجا گذاشتم، شما میتونید بکنیدش، حالا بذارید روی جعبه موسیقی که روی اسپیکر میشه و وقتی میخواید موسیقی رو بذارید این تاقچه خود به خود باز میشه و خیلی باحاله.